دوستان سلام، اینجا IR مدیا پرشیا صرف 21. قدرت ایران بیشتره یا قدرت اسرائیل؟ میلیتاری ورلد. مقایسه قابلیت نظامی ایران و اسرائیل. پرسنل فعال ایران 610,000 نفر اما اسرائیل 160,000 نفر. نیروی ذخیره ایرانی 350,000 نفر اما اسرائیل 465,000 نفر. شبه نظامیای ایرانی 220,000 نفر اما اسرائیل 35,000 نفر. به نظرتون در مجموع کدوم قوی ترن؟ بزن لایکو بریم بعدی. خب حالا قدرت نیروی زمینی دو طرف رو ببینیم. تعداد تانک‌های اسرائیلی 1300 تا، ایران 1713 تا. خودروهای زرهی 35985 تا اسرائیل، 65825 تا ایران. توپخانه خودکششی 352 تا اسرائیل، 392 تا ایران. توپخانه یدک‌کش 171 اسرائیل، 2070 ایران. پروژکتورهای راکت متحرک اسرائیل 183 تا و ایران 1517 تا. اگر تا اینجا حال کردی بزن لایک و بریم بعدی. بریم سراغ نیروی دریایی دو کشور. قدرت ناوگان اسرائیل 62، ایران 107. تعداد ناوچه‌های اسرائیلی 0 اما ایران 7 عدد. رزمناوهای اسرائیلی 7 تا و رزمناوهای ایران 3 تا. زیردریایی‌های ایران 25 تا و اسرائیل فقط 5 تا. شناورهای گشتی 46 تا اسرائیل، 21 ایران. و قدرت مینگذاری ایران 1، اسرائیل 0. دوستان ما رو حمایت کنین با لایک و سابسکرایبتون. ممنون که وقتتون رو به ما دادید.